سلام، خدا کنه که خوب باشین. باز هم آمدیم که یک افطاری ساده، آسان و ارزان براتان آماده بسازم. شما در ویدیو قبلی گفته بودید چرا دستکش نگیرید، گوشی دستای من خورد است، دستکش کلانی میکنه و نمیتونم به درستی کار انجام کنم. مواد لازم غذای امروز رو به شما معرفی میکنم. پنیر پیزا است، گشنیز تازه، آرد ترمیده، جعفری، گوشت مرغ که قبلا پخته شده، شیر تازه، تخم مرغ، مساله‌جات که گشنیز خشک است، مرچ سرخ، مرچ سیاه، نمک و قوره سیر خشک، آرد سفالی و پیاز.